اجزای پوشش زنان قوم قشقایی در قسمت سر و صورت شامل چارقد، یاقلوق، کلاغچه و سنجاق است. در قسمت بالاتنه پیراهن و آرخالوق و در پایین تنه شلیته و تومان است. لباس قوم قشقایی دارای اجزای منحصر به فرد و با ظرافتی است که آن را از سایر قومیت‌ها نظیر عزیزان لرزبان و بعضی روستاییان که دارای لباس محلی هستند متمایز می‌کند. آرخالوق با طراحی منحصر به فردش که ظاهراً مناسب فصل سرما طراحی شده است، دارای جزئیات خاصی از قبیل آستین بلند که انگشتان دست را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد و دوخت لوزی شکل زیر بغل که ظاهراً برای جلوگیری از تعرق و بوی نامطبوع بدن به لحاظ چند لایه لباس پوشیدن تعبیه شده است. همچنین الزامی بودن آستر برای آرخالوق و جنس ضخیم و خشک پارچه حکایت از کارکرد زمستانی آن دارد. دو زائده مربع شکل در دو انتهای راست و چپ آرخالوق وجود دارد. یاقلوق همانند تاج روی سر زنان قشقایی قرار می‌گیرد و دارای بافت نرم و ابریشمی است و با سایر قومیت‌ها کاملاً متفاوت است. چارقدهای قوم قشقایی از جنس تور و دارای تزیینات ظریف و دستدوز است و با لچک سایر قومیت‌ها متفاوت است. یکی دیگر از اجزای پوشش زنان قشقایی کلاغچه نام دارد که زیر چارقد و روی سر قرار می‌گیرد که نه تنها زیبایی و ظرافت پوشش را دوچندان می‌کند، بلکه به مرتب نگه داشتن چارقد و یاقلوق کمک زیادی می‌کند. توماقری نیز دارای جزئیاتی شامل نوار و دمپاچه است. نوار در لباس قوم قشقایی کاربرد مغزی دوزی در سایر لباس‌ها را دارد. یک جزء ظریف و زیبا که در گوشه و حاشیه آرخالوق و پایین تومان‌ها دوخته و به لباس زیبایی منحصر به فردی می‌بخشد. از آنجایی که تومان بلند بوده و گاهی روی زمین کشیده می‌شده، دمپاچه به منظور حفظ سلامت پارچه تومان و حفظ شکل مدور و دایره‌ای تومان استفاده می‌شود. شلیته نیز علاوه بر کاربرد بهداشتی آن برای زنان مانند ژیپون در لباس‌های اروپایی عمل کرده و پف تومان را تنظیم می‌کند. اوج لطافت و ظرافت در طراحی پوشش قشقایی در گردنبندهایی موسوم به ملحو و میخک که به مرور زمان از عطر خوش آن نمیکاهد است، که از اکسسوری‌های پوشش قشقایی است که مشخصه تأهل زنان جوان نیز بوده و از لوازمی است که دختران قشقایی زمان عروسی باید برای خود تدارک ببینند. رایحه خوش و معطر بودن نوعروس‌ها یکی دیگر از خصیصه‌های منحصر به فرد پوشش قشقایی است. پوشش قشقایی باعث شده تا دیگر اقوام هم از این پوشش زیبای زنان قشقایی در جشن‌های خود استفاده کنند.